کیک سیب واقعا عطر و بوی عالی داره و کسایی که عاشق سیبن عاشق این کیک سیب و دارچین میشن. بریم درستش کنیم. یه دونه سیب رو خلال میکنین. خلال ها خیلی نازک یا خیلی کلوف نباشه، متوسط باشه. برای ابتدای کار شما 1 پیمونه ماست و 1 پیمونه روغن و 1 پیمونه شکر رو با هم دیگه خوب مخلوط میکنید. کمی وانیل هم میزنید. بعد که خوب مخلوط شد 1 پیمونه از این سس رو جدا میکنین و داخل یخچال نگه میدارین تا آخر بار روی کیکمون بریزیم. دورگیری میکنیم و 4 تا تخم مرغ اضافه میکنیم. در حد 5 دقیقه خوب هم میزنیم. بعد 2 پیمونه آرد رو روش الک میکنیم. بعد 2 قاشق مربا خوری بیکینگ پودر اضافه میکنیم و خوب مخلوط میکنیم. یه دونه سیب رو بردارین، نگینی خورد کنید، یکم دارچین و شکر بهش اضافه کنید و بعد به موادتون اضافه کنید. ظرفی که میخواین توش کیک درست کنین رو خوب چربش کنید و به همه جاش روغن رو بزنید. بعد مواد کیکتون رو توی ظرف میریزید و خوب روی اون رو صاف بکنید که همه جای کیک سطحش یه جور بشه. بعد اون سیب هایی که اول ویدیو بهتون گفتم خورد کنید رو به هر شکلی که خواستین روی کیکتون بچینید. من ترجیح دادم اینطوری بچینم که خیلی هم اتفاقا خوشگل شد. بعد کیک رو به مدت 40 دقیقه توی فر میذارین که خوب بپزه با دمای 170 درجه. بعد که از فر در میاد همچین شکل خوشگلی داره. بعدم اون سس که توی یخچال گذاشتیم رو روی کیکتون میریزین. یکم که به خورده شف قاش میزنید و نوش جان میکنید. بهتره برای چند ساعت هم توی یخچال بمونه که مزه فوق العاده ای بگیره. نوش جان.